ببین یه مطلبی رو میخوام راجع به در واقع لباسشویی در از بالا بگم خدمتتون. لباسشویی در از بالا لباسشوییه که تمام اتوماتیکه. این مدل در واقع تک قلوش، دو قلوها رو که میدونید دیگه، در واقع یه طرف شستشو انجام میده و تایمری بردینا هم نداره. ولی اینا هم خود این دیگ میشوره، هم خود این دیگ در واقع آب میکشه و خشک میکنه. تفاوتش به عمدش با اون لباسشویی معمولی که شما میبینید در از جلوه، همه اون کارا رو انجام میده. یه مقداری حالا استقامتش اینا به بیشتره، ولی خب از لحاظ اینکه زیر کابینت جا نمیشه و باید حتما یه حالت رخشورخونه توی خونه باشه، برای همین خیلی هم استقبال ازش نمیشه. ولی خب خیلی از مشتریایی که به خصوص مذهبی هستن به این در واقع لباسشویی تمایل بیشتری داره. حالا یه سری نکته ها هست که توی در واقع حالا لایوهای مختلف من حتما خدمتتون میگم. اینه که این لباسشویی ها باید حتما مثل این دوست و عزیزی که نصبش کرده نباشه که روی یونولیت قرارش داده باشه. باید حتما یونولیت رو در واقع از زیر دستگاه بردارید. حتما باید از زیر دستگاه بردارید و این در واقع پلمپ دستگاه هستش. اینی که در واقع زیر دستگاه هستش، اینی که زیر دستگاه هستش حالت پلمپ دستگاهه و باعث میشه موتور قفل بشه. ببینید شما وقتی روی یونولیت میذارید، وقت موتور نمیتونه اصلا بچرخه. اون یونولیت یه حالت برجستگی داره و حالت قفل شدگی موتور رو در واقع داره که داره اتفاق میفته. باید حتما روی زمین گذاشته بشه این لباسشویی، توی جای مرطوب مثل حموم، حالا دستشویی، نمیدونم توی استخر، اینا نباید باشه. خیلی مهمه توی این حالت رو بذارید. موتور دستگاه خیلی زود میسوزه چون رطوبت زیاده، اون سیمپیچ زنگ میزنه. و اینکه کارت گارانتیشو قشنگ پر کنید. کارت گارانتی رو الان یه ذره کوچیکش کردم از قصد که شاید شما نبینید کی این کارو کرده، ولی کارت گارانتی رو حتما باید کامل پر کنید. کامل اسم مشتری بنویسید، تاریخ بنویسید. اگه نکته خاصی هست، مثلا من به مشتری گفتم که آقا مثلا نباید تو همون نصب کنید ولی شما نصب کردید، روی این کارت گارانتیتون حتما این نکات رو باید حالا خیلی ریز بنویسید و مشتری امضا کنه. خودتون هم امضا کنید. حالا اون عزیزانی هم که مهر دارن مهرم بزنن. و کلا وقتی شما لباسشویی نصب میکنید و در واقع ظرفشویی نصب میکنید، بعد یه دور آبگیری، تخلیه و اون حالت چرخش در واقع موتور رو و خود دور خشک‌کن رو حتما باید تستش کنید. خب که یعنی بزنید این کار بکنه. یعنی همون چند دقیقه‌ای که دارید موتور رو در کارت گارانتی رو پر می‌کنید، یه دور خشک‌کن بزنید. 5 دقیقه کلا یه خشک‌کن هم میزنه. و خیلی اینا مهمه که قشنگ ترازش کنید. اینم پایه سمت چپش فقط قابل رگلاژه، یعنی جایی که می‌بینید شیبش خیلی زیاده نباید بذارید. این دستگاه سنسور لرزش دارن. اگر جایی باشه لرزشش زیاد باشه، اصلا دستگاه رو دور خشک‌کن نمیره. و اگه شما به عنوان نصاب اولش اینو بگید به مشتری خیلی راحت میپذیره. ولی اگه نگید این اتفاق نمیافته و مشتری نمیپذیره این قضیه رو که در واقع این دستگاه چرا باید لرزش داشته باشه، چرا نباید دور خشک‌کن بره. توضیح هم میدید که حالا درست لباسشویی بزرگیه ولی خیلی نباید توشو پر کنید، ترجیحاً توش پتو اینا نندازید. دستگاه به محض اینکه بلرزه رو دور خشک‌کن نمیره. این توضیحاته. اینا رو باید حتما مد نظر قرار بدید. شیلنگ تخلیه هم که میدونید مثل همین حالت عادی رو زمین نمیندازید. حتما شیلنگ تخلیه باید تا بالای خود لباسشویی بیاد و بعد بره توی قسمت تخلیه قرار بگیره. اینا نکاتیه که راجع به این لباسشویی هست. اگه عزیزان حالا نکته خاصی هست راجع به این قضیه، حالا من نگفتم، میدونن اونا و من نگفتم، و بگن توی در واقع کامنت. اگرم که نه سوالی چیزی هست من در خدمتون هستم و
اگر که باز مشکلی چیزی هست راجع به حالا مطالب قبلی به هم بگید. من یه دقیقه 2 دقیقه ای صبر میکنم که اگه سوالی کامنتی چیزی هستش بخونیم، اگه نه که لایو رو تمومش کنیم.